بالمعروف ونهى عن المنكر وهو خليفة الله في الأرض و خلیفة رسوله في الأرض. پس ما نگفتیم که چی انبیا باشن چی غیر انبیا باشن، یگان کس جانشین مطلق ذات پاک پروردگار قرار نگرفته است و نخواهد قرار گرفت و نخواهد قرار گرفت. منظوری که من خواستم برای شما بیان بکنم اما شما ایرا گوش نکرده رفتید و فوراً پیچت های حکم کفر را قضاوت را حاصل کردید. این بود از تفسیر ابن کثیر که من الان در پیشم هست، ایرا من میمونم اینجا میستم. میگذاریم به دیگر تفسیر، میگذاریم به تفسیری تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان. این میدونین چه خیلی تفسیر است؟ تفسیری هست که این تفسیر آیتی کلام الله سبحانه و تعالی را تفسیر میکند به آیتی خودش، زن که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که القرآن یفسر بعضها علی بعض. بیرون میشود، نه این خیلی نمیشود. از موضوع بیرون نبرم. من از موضوع بیرون نبرم اصلا. من به تفسیر دیگه گذاشتم. آرام 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 نه آرام 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 آرام. از موضوع هیچ کس بیرون نبر اومده است. هیچ کس بیرون نبر اومده. سکوت. هیچ کس نگرفته. سکوت. تو اول دلیل تا گرفتی که مقصود مرام عقیده ما را فهمیدی که چی هست؟ سخن مختصر در بالای همین موضوع درباره تفسیر قرآن معلومات ندید که این کدام کتاب است. ما تو دو سه روز صحبت میکنیم در این مسئله. نه برای که کتاب های را که ما نشان میدیم برای تو نه برادر سکوت برادر من گپی را گوش میکنم. من گپی را گوش میکنم. من تفسیرهای را برای تو نامبر میکنم که تو تا حال شنیدی نیستی. تو به هر حال از تفسیری که ابن کثیر که گفتی و از عقیده‌ای که از من خواستی طلبگار کشیدی، من برای تو میگویم که الله سبحانه و تعالی آدم علیه السلام را جانشین قائم مقام برای اجرای احکامات دینی خودش را ترحم کردن، منتشر کردن. آدم و کسانی که قائم مقام آدم هستند مثل حضرت یونس، یوسف، ادریس، یحیی. نه گوش کن در مورد سخن ندارو. وقتی من سخن قطع کردم بعد بگو. سخن من تمام کردم بعد گوش کن. سخن من تمام کردم. نه گوش کن. تو به تکرار شکار داری. تو گوش کن تا که در ذهن پوچی تو خالی شود. من میگم که عقیده من را فهمیدیم. نه اعوذ بالله گوش. اعوذ بالله 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 من الشیطان. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله. بله گوش. اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من برای تو گفتم که آیات قرآنی را از تفسیری که تو گفتی از همون تفسیر گفتم که مقصد مراد چی بوده است. منم گفتم که خلیفت الله کیها هستند. من ایرا بیان کردم. نه گوش. نه اگه فهمیدی که عقیده ما اون چیزی که تو فکر میکنی اون چیز نیست. فهمیدی اون چیزی که در نظر داری جواب داریم. بیزار صحبت میکنیم تمام که تو خاموش باش. بسم الله بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد السلام على من اتبع الهدى. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیت 3 بیان کرد و گفت که اینی جاعل فی الارض خلیفه. همانا که من در زمین خلیفه را میگذارم، قرار میدهم. و یکی از انسان ها که اینجا حضور دارد انصاری یک دیگر سوال کرد و این چنین شیخ پردین اونا بیان کردن که خلیفه مطلقاً جانشین کی این جانشین کی تو مطلقاً جواب دادن. مطلق نگفتن برادر. افترا نزن اتفاقی که کرده بودی ما اتفاق کردیم به شرطی که افترا
افترا نزن. آرام باش. تو همه سخن افترا میفهمی. تو همه سخن افترا میفهمی. برای اینکه تو یک گمراه هستی که تمام سخن افترا میفهمی. سلام علیکم و رحمت الله. من گوش کن، تو خودت اصلا حیثیت نداری که تو این خیلی گفار مشرک براری. انا از بس که حجت نداری، حجت که نداری فورا با کفر میگذاری. بخور از همین کتاب تفسیر، از همین ابن کثیر بخون فقط. از ابن کثیر بخون، فقط از ابن کثیر بخون. من از کدام تفسیری که خواهم میخونم در نزد من یک چند تفسیر وجود دارد. بیا الان وقتی من از 20 سال صحبت میکنم. هوی بکن من ببینم. هوی بکن من ببینم. من از این تلفن استفاده بردنش خوب بلد نیستم، نه در اومدم در اینجا از همین جهت نمیتونم. لیکن آرام باش. منهج صوفیگی دیوانگی را اینجا نبیار. اینجا رقص کردن نیست. آرام باش. ساز گبزن دادر آرام باشه. خودت به دست بگیر. شرمنده نکن. آرام باش. آقای صوفی آرامی ذکر کن. پدرت صوفی هست. پدرت صوفی هست. بعد از این میگیم که پدرت صوفی هست. پدرت صوفی هست. جواب دادن که یعنی مطلق ذریه آدم این جانشین الله بود. تو همون دلیل تا بخون و تو دلیل تا بخون. تو نرو حیث نرو به حاشیه نرو. او جندو جندور حرس نرو از حاشیه نبرو. الان وقتی من از سبحان الله. بله برادر، اینا ببینید. اینا برادر یک لحظه من میگم که در گروه خودشون هم انصاف ندارن، منو بیرون کردند. ببینید در این جرم صحبت کردن نمیگذارن که صحبت کنیم. حالا که همه شما شاهدید که گفتیم صحبت بکن، من صحبت میکنم. الان من صحبت کرده شدم، خاموش باش، ما صحبت کنیم. اخی فقط از حاشیه بیرون نرو. مثل که از حاشیه بیرون رفتیم ما چیز خواهیم میگیم. چم خاموش باش صوفی، خاموش باش. ما میگوییم صوفی نگو، فقط صوفی نگو. مرا صوفی نگو. هر جایی که من سخن کامل میکنم به نظرم اینا محکم میکنیم. دیگر علاج نیست. این انسان نیست. نه بگذار بیستم. بگذار گوش کنم. من صحبت کنم. تو چرا به همون اتفاقی اصلا مردانه نداری؟ مال گبز صوفی اقلا مرد نیستی. از گروهت منو محکم کردی، از گروه شاگردات. اولش من گروه ندارم، من شاگردم ندارم برادر. من صوفی غلاطی از این الان صحبت کردن نمیمونی. صوفی آرام باش. مال گبز. اول صوفی نگو مرا. زندیق صوفی نگو مرا. از زندیق گفتی، باز بدترش گذاشتی. برای که تو کافر گفتی، تو مرا مرتد گفتی. به کدام اساس؟ به کدام اساس؟ جاهل. تو جاهل. به کدام اساس که تو اول مرا مرتد گفتی؟ همون کشه بگو. به کدام اساس تو مرا صوفی میگی؟ نه برای چی صوفی گفتی؟ صوفی نگو مرا صوفی نگو. ای غیر مقلد، ای گمراه. تو گمراهی غیر مقلد. تو مرا صوفی نگو. دیگه سخنت دوام ده، اما صوفی نگو. من وقتی که میخوام که بیان بکنم، انا ببین داد فریاد میکنی، نمیگذاری که صحبت بکنیم. این منهج اهل بیت است. من خواب میکنم. وقتی که شکستن نزدیک شد فقط داد میگن که ما آرام صحبت تو گوش کردیم که بیا گوش کن. من گوش میکنم. تو من گوش کسا کم اما کتابت نشان تیمده. من بینم که تو اگجا خونسو کی. این استهزا است. باری دیگر من با این ببینید این چی خو میگه. یعنی وقتی که حجت میخوایم که بیان کنیم، اینو انا همچنین داد و فریاد میکنم. از همین جهت من برای همین گفتم که در گروه اهل توحید باشد که ما صحبت کنیم. بارک الله فیک. ما صحبت میکنیم. ببینید همه شما سخنی پردل گوش کردید برادر؟ بله. همه شما سخنی جوابی که عبدالعلیم انصاری ابن علامه پسر علامه جواب داد همه گوش کرد؟ بله. وقتی که سوال شد که خلیفه معنیش چی است، هم در یعنی سخنهایش این انسان گفت و در همون گروهی که کمی پیش بحث کرده بودیم این انسان گفت که تمام ذریه آدم
تمام ذریه آدم، تمام فرزندان آدم این خلیفه و جانشین است. لیکن الان بله سخنش کمی تغییر داد، یعنی کفر مسلمان بعد از اینکه ما سوال دادیم الان تغییر میدید. اما پیش از اینکه چندین وقت پیش به این سوال جواب داده بود، مطلق اینو همین خیلی میگفت که همه انسان ها این جانشین الله هست میگفت و این چنین سخنی که پردیل زده است مطلق است کفر مسلمان جانشین الله میگه. الله و انسان، الله یکم انسان دوم میگه. ما به همین رد زدیم و گفتیم که این نه، این سخن کفر است. برای چه کفر است؟ این ناممکن است که یک کافر، یک مشرک ما جانشین الله بی. انا همین به مراد زدیم و انا مینا گفتیم حتی علما انا مینا سخن کفر میدونن، برای اینکه جانشین الله کافر و مشرک شده نمیتواند. برادر موحدان، وقتی که مشرک و کافر جانشین الله گفتی براءت تو گجا میشود، تکفیر کردن مشرک گجا میشود، بغض گجا میشود. این آیت سوره ممتحنه آیت 4 و سوره بارک الله فیکم بقره آیت 256 که فمن یکفر بالطاغوت گجا میشود، کفرنا بکم نیست میشود. از همین جهت است که صوفی ها به مشرکین، به یهود و به نصارا و به مشرکین اینها نه اونها تکفیر میکنن و نه به اونها یعنی براءت دارن. مشرکین تکفیر نمیکنن، یهود و نصارا کفر گفتن براءت نمیکنن. سببش چی؟ و یا میگن که اینها خلیفتون فی الارض است، انسان خلیفه است میگن. لیکن ما میگیم که انا کنون به شما بیان میکنیم. بیاید ابن کثیر میگن که بارک الله فیکم در کتاب اینی جاعل فی الارض خلیفه، همونو که من در زمین خلیفه قرار دادم. ابن کثیر میگه رحمه الله که یعنی خلیفه به این معنی که قوم میکی بعد از قوم میآید، قوم میکی پشت قوم میآید، یعنی قوم به قوم پی همدیگر میآیند. قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن. قرن گفتم و زبان عربی به عصر میگیم، یعنی عصر به عصر، در هر عصر یک قومی نو میآید. خیلی که پیامبر در حدیث صحیح گفتند در هر عصر یک بار یعنی دنیا انسان هایش دیگر می شود. کل 100 سنه یجدد له، یعنی در هر 100 سال یک بار انسان ها وفات میکنند و کم و دم میموند و بعد از این انسان های نو به وجود میاد. در اینجا ابن کثیر گفته شدند که انسان ها میروند و از عقب انسان ها انسانی دیگر میآیند، انسان ها میروند و از عقب انسان ها انسانی دیگر میآیند، جیلا بعد جیل. و این یعنی چی ابن کثیر است؟ یکی از منهج ابن کثیر است که اول سخن میآورند، سخنی صحیح میآورند. حالا اول سخنی صحیح منهج اهل سنت آوردند، در اینجا منهج اهل سنت ذکر کردند و بعد از این دیگر سخنهایی که در همین باب ذکر کرده شده است و بعضش ضعیف است و بعضش صحیح نیست ذکر میکنند. مثلا میگویند بعد از اینکه میگن که ابن کثیر معنای آیت این است که خلیفه به معنای جانشین نیست، الله جانشین ندارد، بلکه انسان هایی که پی هم میآورند. البته هست سخن هایی که میگویم که یعنی خلیفه به معنای این میآید که یک انسان بارک الله فیکم در این دنیا به حکم الله حکم بکند و بعضی از علما گفتند که همین انسانی که به حکم الله حکم میکند به مانند انبیا و رسول است، اگر کسی خلیفه گوید این گناهکار نشده است باکی ندارد، لیکن خطا کرده است، بهترش نباید گوید میگن، بهترش نباید گوید میگن. اما یک آدم کافر، یک آدم مشرک خلیفه گفتن میگن این یک کفر است و این مطلقاً خلیفه همه بنده های الله، همه این مشرک کافر خلیفه الله گفتن این یک کفر است میگن. و البته همین سخن شیخ الاسلام گفته هستند و دیگران گفته هستند. من یک روایت آوردم که وقتی که حجاج برآمد یکی از دولت اموی آدماش خلیفه گفت و خودش گفت که بعد از خطبه کردن خلیفه در خلیفت الله هستم گفت، بعد از امیر شدنش تابعین رد کردند. حسن بصری به حجاج رد کردند، گفتند حجاج کافر است، گفتند اوزاعی هم رد کردند، اوزاعی هم گفتند این تو خلیفه نیست، گفتند تو زندیق، انسان کافر و زندیق هیچگاه خلیفه الله نمیشود، این باطل است. و کسی که یک کافر خلیفه الله میگه گفتند این یک گمراه بیش نیست. ما از همین جهت به مردم فهموندیم که از همین جهت خطا کردند و این سخن علما حتی چی گفتند؟ این سخن علما حتی کفر میدونن گفتند. بارک الله فیکم. بعد ببینید یک چند آیت دیگر حضرت ابن کثیر می آورند. مثلا ما بیان کرده بودیم در همون بارک الله فیکم صحبتی که ختم سوره انعام آیت 165، سوره نمل آیت 62، سوره زخرف آیت 60، سوره مریم آیت 59. در همه این آیت ها
4-5 آیت بارک الله فیکم همین کلمه خلیفه با تکرار شده است به صیغه جمع و به صیغه مفرد. مثلا خلائف، الله میگه که و هو الذی جعلکم خلائف الارض، و او الله همون ذات است که شما را خلائف ارض قرار داده است. اگر ما به گفته پردیل و به گفته انصاری این عبدالعلیم انصاری صوفی اگر ما این وقت خلیفه جانشین بگیم، گویا گفته استیم که الله شما را، یعنی اون الله همون ذاتی است که شما را جانشین زمین قرار داد. بلکه نه، این گپ باطل است، بلکه میگیم که الله همون ذاتی است که شما را در زمین یعنی پی هم قرار داد که شما نسل به نسل زندگی میکنید. یا در سوره نمل 62 و یجعلکم خلفاء الارض، خلفای ارض، میراثبران زمین که در زمین زندگی میکند. و همچنین و اما این روایتی که از زید بن علی آورد که قرطبی نقل میکنند، در اینجا عربیش انصاری صوفی خان که گفت وليس المراد ها هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين. انا من گفت دوامش نخوند. برای همین من به برادرها همیشه نصیحت میکنم که وقتی که صوفی سخن میکند دوام سخن ببینید یا پیشش ببینید. صوفی همیشه، این اهل بدعت همیشه مردم چی میکند؟ فریب میدهد. دوامش با اومده است که وعزاه القرطبی، و همین سخن قرطبی هم گفتن. یعنی معنای این سخن همین است که در اینجا زید بن علی گفته است که مراد از این آیت فقط خلیفه گفته آدم نیست، بلکه یعنی ذریه آدم هست گفته. همین سخن انصاری گفت و بعد از این دوام آیت دوام این سخن میگیریم که همین سخن قرطبی هم از ابن مسعود، ابن عباس و بعضی از اهل تعویل روایت کرده میگه. اما دوامش میگه که و فی ذلک نظر، این سخن به نظر هست میگه. چی به؟ زیرا که میگه بل الخلاف فی ذلک کثیر، برای اون که میگه در این مسئله که ذریه آدم جانشین گفته میشود یا نمیشود خلاف زیاد است و بسیاری از علما یگان نفر ذریه آدم جانشین یا خلیفه نمیگفتند، بلکه عموم خلیفه معناش انسانایی که پی هم میآرد، پی هم میآید. اگر ما یک انسان خلیفه الله گوییم، از نظری حکم کردنش 100% به حکم الله رسول باشد، همین هم علما گفتن که فقط آدم علیه السلام گفته میشد، غیر از آدم دیگرای گفته نمیشد. و در این مسئله خلاف زیاد است. گفتن حکاه فخر الدین الرازی فی تفسیری و غیری، فخر الدین الرازی در تفسیرش و غیره این ذکر کرده است. و الظاهر انه لم يرد آدم عینا اذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائکه اتجعل فيها ما يفسد فيها. بله ابن کثیر میگن که ظاهر این است که اینجا یعنی فقط عین آدم علیه السلام گفته نشده است، لیکن معنای این آیت همین است که میگه یعنی قوم بعد از قوم می آید، انسان ها پی هم می آیند و هر یک قرن انسان ها چی میکنند؟ نو به نو می آیند و هیچ کس حق ندارد که کافر مشرک را چی بگوید؟ بارک الله فیکم جانشینی الله بگوید. انا همین است. با همین این سخن بحث میکنیم. نگشوید انصاری دیگه، نگشوید انصاری یک گمراه است. انا من جواب مویا انصاری شنید نشنید به انصاری انشالله بچه روان کنند، برای اون که او فقط گشته و برگشته سخن خودش تکرار کرده، نو احترامی کرده و بسیار دشنما از گروهش رانده و در همین گروه خودمون هم مویا چی کرده شده است؟ یعنی سخنهای بی‌معنی پشت داده است. انا همینه باید اهل توحید فهمن که انصاری و پردل در هنج خطا کرد. انا می قگاب مو گفتیم، جانشین مطلق گفتن ممکنه گفتیم، ولی بعد از کمی بحث کردن اومد انصاری از سخنش گشت گفت ما کافر جدا میکنیم، مشرک جدا میکنیم. چرا در همون صحبتی که به جوابی که داده بودی در جوابت نگفتی که فقط مسلمان های خلیفه گفته میشود، یا که مسلمان ها نگویی بهتر چیزی که با خودت گفتی انبیایی که حکم الله که حکم میکنن ما این خلیفه میکنیم، نگفتی که اینجا اختلاف کمتر میشد، ما اینجا کفر نمیگفتیم، اختلاف اینجا کمتر میشد، لیکن اینجا آشکار تمام فرزندای آدم ذریه آدم گفتی و از همین جهت ما برآمدیم انکار کردیم. از همین جهت به سخن پردیل هم انکار کردیم که اینجا مطلق گفتن جانشین و بعد از این کافر مشرک هم جانشین گفتن این چی است؟ این کفر است. این کفر است. با همین این سخن تمام میکنیم. الله بارک فیکم. بعد از این به من وقتی نماز شد برادر عزیز، ما هم به وقتی نماز که فجر شد به فجر واقع یعنی نماز فجر میخونیم. من به اهل توحید، برادران اهل توحید نصیحت کردنی هستم که به این صوفی ها وقتی که بحث کردنی هستید به اهل بدعت
به گروه اونو نروین، صحبت نکنین، بیارید همین گروه خودمو بیارید، ما صحبت میکنیم. چخیلی که من از اونجا محکم کردن و پیش کردن، بعد از این برادرای اهل توحید به سخنای بد گفتن، اینجا بیان صحبت میکنیم. بعد از این حجت چخیلی که وای گفت گوش کردیم، ما میگویم گوش نکرد برآوردیم، بکنه دارد. لیکن شما فهمین که شبهه نکنین که صحبت اونو باطل است. خیلی که من الان این چندین آیه آوردم و بعد از این سخن آوردم، حسن بصری افزاعی سخنشون آوردیم و بیان کردیم که کافر و مشرک خلیفه جانشین این گپا نیست است، این گپای گفته همینا است. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیک. برادر جندالله با اجازه برادر رو میبرم دیگه. من امیدوارم که برادر رو فهمیدم. بارک الله فیکم. برای ما نماز، وقت نماز اومد. خب الله نگهبانتون باشه. السلام علیکم و رحمت الله. ان شاء الله فردا شد با